برای پاکسازی و فیشیال عمیق پوست در خانه تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. در این ماسک از پودر ژلاتین استفاده می کنیم. 2 قاشق چایخوری پودر ژلاتین را به همراه 2 قاشق غذاخوری شیر مخلوط کنید تا ژلاتین در شیر گرم حل شود. پودر ژلاتین باعث می شود ماسک به عمق منافذ باز نفوذ کرده و پاکسازی عمیق پوست را انجام می دهد. همچنین سطح کلاژن سازی را در پوست افزایش می دهد و رطوبت پوست را حفظ کرده و باعث کاهش چین و چروک پوست شما خواهد شد. آن را در ظرفی حاوی آب داغ می گذاریم به صورت حمام آب داغ تا ژلاتین کاملا در شیر حل بشود. اگر مقدار ژلاتین ماسک زیاد بود 1 الی 2 قاشق غذاخوری می توانید شیر اضافه کنید. آن را هم بزنید تا کاملا ژلاتین حل شود. مقدار کمی زردچوبه به ماسک اضافه کنید و هم بزنید. زردچوبه باعث بهبود سریعتر جای جوش می شود و خاصیت ضد التهابی دارد. 1 قاشق چایخوری عسل به مواد اضافه می کنیم و هم میزنیم تا عسل در ماسک حل بشود. عسل تأثیر بسیار زیادی در جوانسازی پوست شما دارد و باعث افزایش سطح کلاژن پوست می شود و مانع از ایجاد جوش‌های زیرپوستی شده و لکه‌های پوستی را به مرور زمان از بین می برد. این ماسک را به روی پوست تمیز بمالید و به مدت 15 دقیقه روی پوست بماند تا کاملا خشک شود. این ماسک باعث پاکسازی عمیق پوست شما شده، منافذ پوست را می‌بندد و پوستی شاداب و جوان خواهید داشت. توجه کنید که ماسک را اطراف چشم خود نزنید، به این دلیل که پوست اطراف چشم بسیار حساس میباشد. بعد از 15 دقیقه ماسک را از قسمت پایین صورت شروع به کندن کنید و به آرامی آن را از روی پوست خود جدا کنید. سپس صورت را با آب ولرم بشویید و از مرطوب کننده پوست خود استفاده کنید. دوستان عزیزم، برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و نظرات ارزشمند خود را برای ما در کامنت بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود شیر کنید.